شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند مخلصان فوتبال. با گذشت 3 دور از چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میانی دسته‌های لیگای عالی برخی از نقص و علت و مشکلات جای داشته دسته‌های لیگای عالی هم اکنون روشن میشوند. دیروز از سمت سرمربی دسته وحش شهری باختر تا جان مومینوف کنار رفت. خب این هم اکنون یک مشکلی نیست، مشکلات دیگر متاسفانه در دسته های لیگای عالی برخی وجود دارند که کوکتاش ناحیه رودکی از این مشکلات متاسفانه عاری نیست و این شام ما یک صحبت داریم با کارمند فدراسیون فوتبال تاجیکستان همزمان دیرکتور کلوبی دسته کوکتاش ناحیه رودکی نورعلی خورکشف. نورعلی خوش آمدید. با برنامه ما قبلا در محضر عام شما رو مبارکباد نگفته بودیم، هم اکنون که این امکان برای ما دست میدهد شما رو با این سمت تبریک و تهنیت میگیم. امیدوار هستیم که با راهبری شما البته کوکتاش با دستاوردهای نظررس موفق می شود. اما متاسفانه حال حاضر کوکتاش با یک عده از مشکلات روبرو است و نورعلی باید بگویم که از همون زمانی که کمیسیون لیسانس کنونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای شهادتنامه کنونی دسته ها سر و کار داشت، مشکلات کوکتاش رو زده بود به قوله و متاسفانه برخی همون مشکلات حال حاضر هم وجود دارند، از جمله البته مشکلات مالی و البته میدانی که حال حاضر آماده شده ایستاده است و باور داریم که آماده می شود. خب دسته در چه حال است؟ و بیننده های عزیز تا که نورعلی خورکشف صحبت شروع میکنن باید خاطره شویم که کوکتاش بعد از 3 دور همگی یک خال دارد، یک مساوی دارد و 2 باخت و بازی آخرانی خود را با دسته استقلال بر حساب خیلی بزرگی 6-0 باخت. این مشکلات امروزی که ما درباره آن حرف زدیم این الکی از شروع شده بود از دورهای اخیری چمپیونات پرسالای مملکت، یعنی از موسم گذشته و یعنی ولی نو بسته به همه اون مشکلی هایی که وجود داشتن گفتن ممکن بود که کوکتاش یکی از دسته های در چمپیونات تاجیکستان یکی از دسته های بود که صاحب بازی خود بود، یعنی تمام بازی خود رو در میدان ورزشی خود میگذراند، میدان فوتبال بازی، میدان خانگی دسته یکی از بهترین میدان ها به محسوب میافت. منظور چمنزاری نه ورزشگاه، فقط چمنزاری آن از زحمت مثلا رهبریت دسته یکی از بهترین های حساب میافت که در آنجا نه تنها دسته کوکتاش بعد حتی دسته منتخب جوانان نورسان و چمپیون تاجیکستان استقلال هم بعضا تمرین های خود را در آنجا دایر مینمود. واقعا چمنزاری ورزشگاه خیلی خوب است و همین مشکلی های امروزه دسته کوکتاش از پارسال شروع شدند و خیلی بعضی نافهمی ها هم با وجود آمدند و که باعثی ترک کردن شماره زیادی بازیگران از دسته رفتند. اگر ما نگاه کنیم از آن حیات پرساله‌ای که دسته فعالیت میکرد 11 نفر بازیگران امسال با دسته های دیگر گذاشتن و حیات دسته رو ترک نمودند. اما وقتی که دسته با همین مشکلات دچار شد، راستی گپ من همین از روی اون محبتی که با فوتبال دارم و از اون روی که با نتوانستم که کنار باشم و من خود را چون که در طول این قدر سال من همچنین یک اعضای همین دسته حس میکردم و بسیار میخواستم که واقعا هم در ناحیه رودکی یک دسته پرقوت، یک دسته جوابگوی به تمام معیارهای، یک دسته دارای اینفراستراکچور خوب وجود داشته باشد. و اگر از لحاظ دیگر نگاه کنیم واقعا این همه اون چیزی که برای رشد انکشاف فوتبال هست ضرور هست در همین ناحیه رودکی
وجود دارد. ولی پس مشکلات حاضره کوکتاش در چی است؟ مشکلات مالی است. ببینید که در همون زمانی که کمیسیون لیسانس کنونی کاری خود در ناحیه رودکی پیش می برد، حتی یک ایده از همون اختلاف های بودن بین راهبریت کوکتاش با مقامات محلی، حتی با امکان داشت بلکه همین گونه خطر وجود داشت که همین دسته کاملا شاید دیگر در لیگ عالی بازی نمیکنه یا که کاملا اسم خود عوض میکند. خلاص فکر میکنم که همین نافهمی و علاقه پشت سر شدن. اما به هر صورت با استفاده از فرصت مناسب من میخوام که از نام کلی مخلصان هواداران فوتبالی دسته کوکتاش سپاسگزاری خود را با پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با محترم رستم ایومالی بیان نمایم، زیرا که اگر محض با دستگیری با دخالت با دستگیری راهبر سروری فوتبال کشور این دسته فعالیتش رو نگاه داشت. بعدا خیلی هم خوب شد که مقامات اجرای حاکمیت دولتی به خصوص رئیس ناحیه عبدالغفار حکمت‌الله زاده ما رو دستگیری نمودند و نوبسته به تمام اون مشکلات های جای داشته یک مبلغی رو که هیچ تا امروز از ناحیه انتظار نمیرفت برای مرحله با مرحله با دسته مبلغ گذاری نمودند. یعنی اختلاف نافهمی بلکه در همین اسم همین دسته بود، نه در اسمی، در ساختاری دسته، در زیرا که دسته ما این دسته همچون یک تشکیلات جمعیتی است و اگر این خیلی نگاه کنید همه تشکیلات جمعیتی اینها خودی داره کننده هستند. اونها باید که طبق نظامنامه خود عمل کنند. و اینجا یک چیز رو هم گفتن با مورد است که در طول روی راست باید ما بگوییم که در طول 14 سال فعالیت دسته کوکتاش نتوانست که همون اینفراسترکتورای ضروری رو که برای تشکیلات جمعیتی هست فعالیت خود رو براه ماند. یعنی بینید که در اکثر بازی های دسته کوکتاش تا 10,000 مخلصان با میدان می اومدند. شماره زیادی مخلصان رو داشت، ولی رهبریت دسته اینجا من مخصوصا رهبریت دسته رو که اون رهبریت دسته نه با اون صورت کار کردن که دسته ساختار خود رو کامل بگردانند، کارگزاری مناسبت رو با دیگر تشکیلات ورزشگاه. اینجا البته در شرایط امروزه ما مثلا یک نفر نمیتواند این رو وای کند. اگر بینگریم پارسال خیلی مبلغ کم جدون توانست مثلا مقامات اجرایی دستگیری کند، اما امسال قریب 3-4 برابر آن برداشته شد و ما به خلاصه با موافقه رسیدیم که از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی 1 میلیون سومانی برای دستگیری دسته جدا کرده می شود و این هم در حالی است که ورزشگاه نفتیانی که ناحیه رودکی پور را از نوسازی کرده شده است. در پای اجرایش پروتکلی ملاقات اهل جماعتچگی فوتبال با پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با محترم رستم ایومالی این ورزشگاه پر را کاملا از نوسازی کرده شده است. من همین سحر در ورزشگاه بودم. قریب 2 بریگاد در اونجا فعالیت دارند. در ناحیه رودکی همکنون این موسم دسته رنگان هم در لیگ دوم بازی میکند. یعنی اگر مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی مسلم است که دسته رنگان رو هم سهمگذاری میکند، مبلغ گذاری میکند. درباره دسته رنگان من همین قدر گفتنی هستم که نه دسته رنگان در برای دوم لیگ بلکه در اونجا مکتب مخصوصی فوتبال مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تصمیم دارد که مکتب مخصوصی فوتبال رو تأسیس دهد که در اونجا گروه های مختلف از 8 ساله سر کرده تا
سینی 17-18 ساله مشق تمرین کنند و این دسته میتواند که یکی از یکی برای آینده برای دسته ما مثلا فوتبال بازان تیار نمویند و وقتی که دسته اگر رنگون در دویم لیگ بازی کند و البته در پیش خود تیم پرنسیپ‌های ورزشی باید یکم لیگ دویم را یعنی این نه دسته رنگون گاز در دویم لیگ بلکه مکتبی مخصوصی فوتبال تأسیس داده می شود. ولی تا جایی که ما اطلاع داریم محض دسته رنگون در لیگ دوم بازی میکند و اگر در اون صحبتی که در ماه ینور در شروع کار ما و شما شاهد بودیم، یعنی حتی دسته رنگون با جای دسته کوکتاش میبایست بازی میکرد. باید داریم ما و شما، یعنی دسته رنگون هم در لیگ دوم طبق اطلاعی که ما در دست داریم در لیگ دوم بازی میکنند. اما شاید این حال حاضر مهم نیست چون ورزشگاه از نوسازی می شود، البته در اونجا کار دیگه می شود و آن نکته نظری که شما در اینجا بیان کردید که طول 20 سال همون راهبریت دسته کوکتاش نتوانست که 14 سال بلکه بلکه نتوانست که مثلا یک اینفراستراکچوری کاملتری رو برای همین دسته تهیه کند. شاید گرفتاری پرداخت معاش بازیگران بودن، البته مشکل است یک دسته رو پیش بردن و حمد و ثنا با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی که همکنون با تحت با سپارش‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه خانگی دسته کوکتاش خیلی کارها رو انجام کرده ایستادن و من فکر میکنم که یکی از ورزشگاه‌های بهترین میشه چون که از اون جانب جای نشست میشود. دیگر ببینید که اینقدر شبکه‌های روشنایی دهی و اتاق داوران و اتاق لباس کشی و چمنزار میدان خیلی خوب است. ما در اونجا شاهد بودیم که چند بریگاد کاری براستی کار میکنن و آنها وعده کردن که بعد از 1-2 ماه همین ورزشگاه آماده می شود. اما حال حاضر گپ سری ورزشگاه نمی رود چون که ورزشگاه خواه نخواه آماده می شود و این وعده است، کارها در اونجا رفته ایستادن. گپ سری فعالیت خود دسته کوکتاش می رود چون که ببینید که با این بازی که دسته دارد، با این مناسبتی که کار در اونجا تهیه شده است، اگر همین خیلی شروع شود آیا همین ورزشگاهی خیلی عالی برای اونها دیگر لازم می شود یا نه؟ خب یک چیز است، باور کنید که اون گونه که من قبلا پیشتر هم گفتم امسال سال گذشته از هیئت دسته کوکتاش رو 11 نفر بازیگرانی هیئت اساسی ترک کردن و همین چی مثلا من تحریک داد که ما بیام دست به کار بزنیم، دست به کوشش کنیم که این دسته نگاه داشته شود. ما رو درست بفهمید باور که از اینجا یگان منفیت شخصی یا که یگان معاش بگیریم ما به معاش از شما وظیفه جمعیتی است. ما در این فدراسیون فوتبال جای کار من از فدراسیون فوتبال است و همچنین یک نفری که مثلا همین دلی من با فوتبال ملت و همچنین هواداری فوتبال ملت میسوزد و برای چی که مثلا در اون جایی که واقعا تمامی شرایط ها برای رشد همین ساحه هست ما او را از بین ببریم و اگر مثلا از بین رود این ورزشگاهی که اینقدر ما ساخته است برای اینقدر با عشمت میسازیم او برای چی در کار میشد وقتی که دسته نباشد؟ ما باید هم دسته و رئیس ناحیه در آخر گفتن که مثلا واقعا هم در ساختمان این ورزشگاهی که حاضره خرج‌های خیلی زیاد صرف میشوند. از همین لحاظ مثلا تا حد امکانیت ما را تا 1 میلیون سومونی دستگیری میکند که در فوتبال امروزی من شما خودتون سر کار دارید میدونید که 1 میلیون سومونی برای مثلا شرکت در دسته لیگ عالی این خیلی کم است. اما بغیر از این بغیر از این 1 میلیونی که از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی اجرا کرده میشد و اون خرجنامه نگهداشتی دسته 1.5 میلیون 2.5 میلیون سومونی هست. 1.5 میلیون این رو با ما سرپرستان دیگر هم هستند دو میکنیم گفتی
мардуми тоҷик зора нола мекунем, медавем, аз тамоми роҳҳо воситаҳо истифода мебарем. Футбол кори дастаҷамона аст ва баъдан ин ки мо фикр намекунам ки масалан дар ноҳияи рӯдакӣ ва албатта ин қадар ширкату корхонаву соҳиб мардони соҳиб чӣ мегӯем мардони соҳиб сарвату сарватманд хеле зиёд ҳастанд ва албатта дар пайи иҷрои масалан дар пайи дастуру супоришҳои раҳбари футболи кишвар ва моро танҳо намегузоранд дар ин ҳолат дастгирӣ мекунанд. зиёда аз ин Нуралӣ, дастаи Куктош дастае аст ки барои дастаи миллии мо футболбозони хубро ҳадя кардааст. ман ҳамин қадарам мана ҳамин Алишер Шукуров метавонад ки як ба қавле ки мисоли хеле хуб бошад. ино шумо гуфтен ман ҳам мехостам ки воқеан амра бигӯям ва истеъдодҳо ҳастанд. мо ҳозир бод дар ноҳияҳо дар гирду атроф дар ҷамоатҳо дар он ҷоҳое ки дидаастем бачаҳои соҳиб истеъдод хеле зиёданд. вазифаи мо ёфтану тарбият кардани ҳамонҳо аст. хуб ки шумо масалан Алишер Шукуровро мисол овардед ва бинед ки дар ҳамин бачаҳое ки дар ҷоми Осиё мо футболи моро дар арсаи байналмилалӣ то ба ин ҳад муаррифӣ намуданд. дар ҳайати асосии дастаи тими миллии Тоҷикистон 5 нафар бозингарони дастаи Истиқлол, 5 нафар бозингароне ки дар хориҷи кишвар бозӣ мекунанд ва ҳамагӣ 1 нафар бозингар аз дастаи Куктош буд ки дар ҳайати асосӣ вориди рақобат мешуданд. ман фикр мекунам ки ҳамин басанда аст. ба ғайр аз ин мо дар ин ҷо Адҳам Абдуллоев як бозингари дигаре доштем ки вай дар шомили тими 23 солаҳо буд ва ҷароҳат бардошт, қариб давоми 1 сол иштирок карда натонист. хайр мо кӯшиш кардем ки барқарор шавад ва имрӯз ба майдон омада кама беш барқарор шуда истодааст. истеъдодҳо дар ҳаят хеле зиёданд дар он ҷо. вазифаи мо ёфтан тарбият кардани онҳо ҳаст. гузашта аз ин дастаҳои ман фикр мекунам ки дастаи Куктош ин як дастаи халқӣ аст ва мардумӣ аст. дастаи мардумӣ аст ва дастаҳои мардумӣ набояд ки пароканда шаванд. дастаҳои мардумиро дар мухлисони зиёд дорад. ва шумо дуруст гуфтед дар мавзӯи номи даста. Куктошро ҳоли ҳамин парокандагӣ таҳдид мекунад, чунки вазифаи мо имсол вазифае ки имсол дорем, вазифаи мо имсол нигоҳ доштани ҳаят ва ҳамин наафтидан аз лигаи олӣ, мустаҳкам шудан дар лигаи олӣ аст. вақте ки мо масалан ҳамагӣ 10 рӯз 15 рӯз мондаанд, шумо бовар мекунед ки мо ҳамон рӯзи охирин рӯзи ба қайдгирӣ маҳкам шудани равзанаи трансферӣ мо бояд ҳаяти даста балки чанд соате мондан пурра шуд. даста воқеан ҳам тамринҳои худро ҳам ба мушкилӣ мегзаронд, барое ки варзишгоҳ ҳозир дар таъмир аст. хуб аз ин лиҳоз мушкилиҳои молиявӣ масалан омадан қариб ҳар рӯз бовар кунед масалан дар майдони дуюми варзишгоҳи марказӣ мо мегзаронем, ин харҷҳо талаб мекунад. гузашта аз ин бо сабаби андак дермонӣ яке аз беҳтарин бозингарони легионере ки мо масалан бо ӯ умеди хеле зиёд доштем аз ӯ то имрӯз мавзӯи ҳуҷҷатҳояш дуруст таҳия нашуданд, агарчанде ки вай номнавис шудааст таҳия нашудааст ва ин ҳам таъсир мерасонад. хуб дар бораи рақобат дар бораи се бозие ки имрӯза се бози давр гузашт, албатта масалан бо ин ҳад масалан бо ин ҳаят бо 6-0 аз дастаи Истиқлол шикаст хӯрдани дастаи Куктош ин чӣ мегӯянд қонунӣ аст. ин ягон ҷое вай надошт. шумо бинед ки ҳамин дастаи Куктош вақте ки дар лигаи якум бозӣ мекард ва ҳаят пурра буд бозӣ мекард, мо дар ҷоми Тоҷикистон бо Истиқлол дар бозии финалии ҷоми Тоҷикистон бо Истиқлол мо
بازی کرده و توسط ضربه های پنالتی شکست خورد. یعنی دستایی که توانی داشت. اما امروز چی؟ امروز اینقدر مشکلی هایی که به سر دستا اومدند و اینقدر مثلا با یک خیلی مثلا مشکلی ها گفتگاه با دندان قپیدن ها با همین قدر کار پیش رفته ایستاده است. با این قدر مشکلی هایی که دسته روبرو است و عرض هستی کردن در بین دسته هایی که نگاه کنیم امروز قریب از 12 دسته که در لیگ اولی برآمد میکند قریب همه دسته ها اگر از روز بودجه آنها رو نگاه کنیم نه کمتر از 3-4 میلیونی بودجه دارند و با این بودجه کوچک با این مثلا حالت البته رقابت کردن این یک قهرمانی است. اما ما کوشش میکنیم از تمام امکانیت های موجوده استفاده بریم. باز با از فرصت استفاده برده از مردم شرفمند ناحیه رودکی، از همه اون دستاندرکاران صاحب کسانی که میتوانند مثلا ما رو دستگیری کنند، ما خواهش میکنیم التماس میکنیم با ما پیوند شوید دستگیری کنید. شاید که شما کوچکترین مثلا سهم شما خودتون بگذارین. ما نیت‌های زیادی داریم که مثلا یک حیاتی از حساب کسی که نباشد از حساب مخلصان هواداران یک کمیسیه با صلاحیت تصمیم که ما برای هر پیسه هر یک سامانی که مثلا برای دستگیری دسته با بودجه با دسته وارد می شود ما صرفه‌کارانه و او رو مقصدناک هدفمندانه شفاف استفاده میبریم و فقط هدف یک است، سازمان دادن یک اینفراستراکچور زمانوی که جوابگو باشد به معیارهای زمانوی و تأسیس دادن یک دسته رقابت پذیر و که همین فوتبال در رودکی ماند. فوتبال نه تنها که در یک ناحیه رودکی که همگی 13 کیلومتر از پایتخت کشورمان دور است، بلکه فوتبال در اشت و رشت و پنجکент و کولاب و خوالینگ و بدخشان و در همه سراسر کشور باید پابرجا و زنده باشد. باوری داریم که کوکتاش با همه آن مشکلاتی که در سرگاه موسم امساله مواجه شد البته میتواند که از این ورطه‌های مهلک بیرون شود. شما در اینجا سعی میکنید، البته راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی سعی میکنن همه در یک جایگی در هماهنگی، چون البته با یک کاری که دست میزنید این کار البته اگر خاره بود گلدسته گردد چنانچه میگویند. ما با این باوری داریم زیرا که کوکتاش باید در لیگ اولی بازی کند چون که دسته است که واقعا دسته سزاوار هم هست. یک صحبت داشتیم در مورد مشکلات جای داشته در دسته کوکتاش ناحیه رودکی با کارمند فدراسیون فوتبال تاجیکستان و همزمان دیرکتور کلوب کوکتاش ناحیه رودکی نورعلی خورکشف و چگونه که گفتیم اطمینانمان کامل است که البته با مشکلات داشته دسته کوکتاش رسیدگیری خواهد شد و این دسته البته در دوره‌های آینده با موفقیت‌های باز نظررس موفق می شود و هواداران و مخلصان خود را شاد میکنند. ما باشیم از جانب خود با راهبریت کلوب با ستاد مربیان و با بازیگران البته برای کامیابی میخواهیم. ولی برای صحبت خوب و خوشتان با شما اظهار سپاس. دوستان عزیز در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.